محترم پاسپورت افغانستان اسلامی جمهوریت کورنل چارو فرادر وزیر سمونوار محمد رحمان د خپل تخصیص نه د خپل پای پرېږدي. که از جناب مهندس احترامات تقاضا می‌نماییم تا این دیپلم را برای جناب وزیر صاحب تفویض کنیم. افغانستان خدمت میکنه. امور داخله از تاریخ 8/13/95 الی 12/10/1398 برنامه دور اول ماستری را در بخش حقوق، رشته جزا و جرم شناسی بعد از سپری نمودن موفقیت آمیز کردیت درسی و دفاع تزیس تکمیل نمودند. فراغت اولین دور برنامه ماستری را منظور نبوده مراتب ذیل را امر می نماید. 1. قماندانی عمومی اکادمی پلیس شهید استر پاسوال عبدالرازق سند تحصیلی ماستری را برای تعداد 60 تن فارغان این دوره ترتیب نماید. 2. ریاست عمومی پیژنتون یک نقل سند فراغت تحصیلی ماستری فارغان را شامل دفترهای ذاتی آنها نماید. 3. ریاست مالی و بودجه در قسمت اجرای حقوق و امتیازات فارغان طبق قانون اجرات به عمل آورد. نظارت از تطبیق امریه آزا به دوش معین تعلیمات و پرسنل می باشد. اکادمی پلیس تانسته جناب وزیر صاحب با حمایت شما در طول 1 سال 1.5 ساله که من مسئولیت این نهاد دارم تلاش کردیم تا این نهاد ما تخصصی و مسلکی بسازیم. از مجموع امورات تدریسی ارزیابی صورت گرفت. ما در دیپارتمنت ها انتخابات برای انداختیم و تلاش کردیم که نخبه‌ترین صاحب منصب‌ها یا افسرها یا استادای خود ما در این بخش ها انتخاب بکنیم، این بحث بکنیم. زمینه جلب و جذب در تحصیلات عالی با میارایی که وجود داشت جناب وزیر صاحب به حمایت شما ما تلاش کردیم که امسال چی در بخش لیسانس، فوق لیسانس و در برنامه ماستری با میارای اساسی که وجود داشت ما جذب بکنیم. در این حال وقتی که مردم افغانستان اینقدر از سکتور امنیتی و پلیس خود حمایت میکنند، توقع دارند که ما هم در انجام مأموریت واقعا شایسته سالاری، واقعا برابری و واقعا خدمت هم من حیث مصدر کار خیش قرار دهیم. و یگانه جایی که این انگیزه را ایجاد میکنه و این ظرفیت جذب میکنه بخشای تعلیمی پلیس افغانستان هست. انشالله امیدوار هستم که فارغین این دوره ماستری بخیر با یک انگیزه بالا و با داشتن تعلیمات بالا و دروسی که در اینجا آموختن و تجاربی که در جریان انجام وظیفه داشتن وارد عمل شوند و در هر عرصه کاری که توظیف هستند بتانند یک نماد و نمونه از ظرفیت، انگیزه و حب الوطنی
برای سایر همکارا و دوستایشان که هست بگردند. انشاءالله مطمئن هستم که پلیس افغانستان و افسرهای افغانستان متعهد به بالا بردن ظرفیت تعلیمی در عرصه‌های مختلف هستند و با انکشاف و با تداوم این برنامه‌های مؤثر ما بتانیم واقعاً پلیس افغانستان که کلانترین فامیل شهدا را در افغانستان داره به همون منزلت برسانیم که شایان است و رضایت مردم اخذ کنیم که طلب و خواستارش هستند. یک بار دیگر تبریک میگم به همه فارغین ای دور و تشکری میکنم از استادای محترم که زحمت کشیدن، بلخص استادای محترمی که خارج از پلیس آمدن و همکاری کردن، از او تشکری خاص میکنم. ان شاء الله موفق باشین و من الله التوفیق. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.